یه روز که همینطوری داشتم تو یوتیوب میچرخیدم به یه چیزی برخوردم. دیدم که هیچ که تو یوتیوب شلاقه درست آموزش نمیده. گفتم چرا خودم برای بچه‌ها چنل آموزشش رو نذارم. خب بچه‌ها، قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک این ویدیو فراموشتون نشه و اینکه اگه دوست دارید داش صادق از این ویدیو بیشتر بذاره حتما این ویدیو رو لایک کنید. یاد منتظرتون نمیذارم. بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها این ویدیو 3 مرحله اول. خب بچه‌ها نگاه کنید، برای شلاقی زدن نگاه کن کافیه که فقط یک کار شما نیاز دارید. یکیش اینه که شما میتونید با نایفی مثل سای اول تمرین کنید، بعد بیاید سراغ کاتانا. نگاه کنید یه جامپ میزنید موقعی که کاراکترتون بچه‌ها براتون تو ویدیو ادیتش میکنم و میذارم پای کاراکترتون چه وقتی باید بیاد، بعد اون موقع میتونید شلاقتون رو بزنید. نگاه کن جامپ میزنید، دقت کنید پای کاراکترم که نزدیک میشه بعد شلاقمو فعال میکنم. بعد روی حرکت همه کسی بچه‌ها نمیتونه بزنه، حتی خود منم اگه نگاه کنید تو حرکت نمیتونستم بزنم. ولی برای اینکه کامل بتونید بزنید نگاه کنید باید پای کاراکترتون نزدیک به همدیگه بیاد، بعد اون موقع شما سریع شلاقتون رو میتونید بزنید طبق اون چیزایی که بهتون گفتم. نایف، سویچ، اول که جامپ خودی که همتون میدونید، جامپ، نایف، سویچ گان. همینه بچه‌ها، الکی برای خودتون سختش نکنید. سخته آقا، شما انسانید منم انسانم، من که یاد گرفتم شما میتونید یاد بگیرید. پس خوب دقت کنید. نگاه کن جامپ میزنم دقیقاً موقعی که کاراکترم پاش جفت هم دیگه میشن، بعد اون موقع شلاقمو فعال میکنم. بچه‌ها اگه منم خودم خیلی وقت یاد گرفتم، خیلی وقت نه، مثلا میشه گفت 1 ماه. نگاه کنید سخت نیست، الکی برای خودتون سختش نکنید بگید سخته. ولی بچه‌ها اینم بدونید که همه کسی خدایی نمیتونه اینو بزنه، چون واقعا دستای سری میخواد. اینم بهتون خواستم بگم که یادم رفت. اگه حادتون 2 یا 3 انگشتی خیلی براتون سخته، ولی اگه 4 انگشت به بالا هستید راحت میتونید بزنید. اگه جامپ و نایف و سویچ گانتون پیش هم دیگه باشه، پیش هم دیگه که نه، یعنی بتونید راحت بزنید دیگه. زبان انگلیسی نگاه کنید خیلی راحته. بعد روی چپ هم نمیتونید بزنید، یعنی نگاه کن من الان گذاشتم سمت راست، خواستم اینجا به تو یاد بدم. نگاه کن بعد همیشه بزنید سمت راست که کاراکترتون قشنگ شلاقش رو فعال کنه. رو دست چپ بچه خدای خیلی کم پیش میاد که با دست چپ براتون شلاقش رو فعال کنه. پس سعی کنید بذارید تشویق سمت. الان دیدید من زدم، میتونید ویدیو رو بزنید عقب نگاش کنید. دیدید من زدم، چند باری هم زدم، حالا اگه دقت کرده باشید. بچه‌ها هیچ سخت نیست، الکی برای خودتون سختش نکنید. ویدیو بعدی میتونم براتون بهترین هادا رو بزنم، بهترین هادا 3 انگشتی، 4 انگشتی، 5 انگشتی و 6 انگشتی که خودم بازی میکنم. بچه‌ها روی گوشی 6 انگشتی بازی میکنم. اگه یعنی نگاه کنید من خودم بتل پلیر نیستم، ولی گفتم برای بچه‌ها آموزشی بزنم، چون هر چقدر داخل اینترنت گشتم، یوتیوب گشتم، هیچ که مثلا من خوب آموزشش نمیده. خب بچه میریم سراغ روش دوم که روش شیبه. نگاه کنید خیلی ساده است به نظر من. شیب میکنید یا از این جایی که پرتگاه داره یه ذره نزدیک به زمین، نگاه کنید راحت که افتادید، بعدش سری موقع که رو هوایی خیلی سری باید جامپ که نه، اسلاید با سویچ گانتون رو بزنید، یعنی اسلاید سویچ گان. همین چیز خاصی نیست، به نظر من یکی از ساده ترین روش هست. یعنی اگه دیگه کسی یادش نگیره خودی دیگه احتمال زیاد مغزش تاب داده. آقا براتون کردمش 4 مرحله، برید عشق کنید خدا وکیلی. آقا تا اینجا اومدی لایک ویدیو یادت نره. بریم سراغ آموزش. خب بچه توی این مرحله باید اسلاید، جامپ، نایف، سویچ گان. همین نگاه کنید خیلی هم راحته، یعنی میشه دیگه اگه واقعا درست بزنی میشه. ولی اونی که تو مرحله اول داشتیم واقعا خیلی سخت بود، روز سخت‌ترین بود. این واقعا میشه. نگاه کنید اگه درست بزنید حتما میشه. اولی هم باید درست بزنید. آقا میریم سراغ مرحله دوم. بچه‌ها اینجا گفتم مرحله دوم، اشتباه گفتم دیگه، زبونم یه زیاد حرف زدم. حالا شما به بزرگی خودتون ببخشید. از یه جایی که یعنی نگاه کنین از اون داخل ترینینگ مود بود، اینجا داخل آیزولات بود. برید عشق کنید خدا وکیلی. نگاه کنید از یه جایی که شیب داره، نگاه کنید اسلاید میزنید
نایف سویچگان، همین مثل همونی که داخل ترینینگ موده، یعنی دقیقا همونه. نگاه کنید، میایید اینجا اسلاید، نایف سویچگان، همین. بچه ها امیدوارم که از این ویدیو نهایت آموزش، من خدای سعدم گذاشتم، صد خودم گذاشتم، پس شما خدا وکیلی چیزی ازتون کم نمیشه. لایکی برای داش صادق بذارید، ممنون میشم که لایک رو ساب کنید. تا ویدیو آقا، تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا.